پس از اکران آن فیلم کذایی، در آن فیلمی که کردی خودنمایی، بر آن باور شدم عقلی نداری، بدیدم نیت خوبی نداری. الا اکنون کنم من یک سؤالی، از آن کارت دادا جان عطایی. بجز آشوب و اخلال و خرابی، جوابی ده مرا در سر چه داری؟ اگر مردی و انصافی بداری، بگو ما را درون فکرت چه داری؟ مثال گپ شدی صاحب زمامی، چه تاجی بر سر تاجیک بمانی؟ ندیدی سوری و مصر و یمانی، درون کوچه هایش خون جاری؟ طرابلس را ندیدی آن زمانی، که جنگ و دشمنی بود و حرامی؟ حقیقت را بگو از خلق چه خواهی؟ پدر را با پسر در جنگ خواهی؟ شنیدم از پدر هم عاق داری، اگر صحت بود بدبخت و زاری. تو کردی شادمانی را یراقی، برای شور و جنگ و بدسگالی. در این مدت تو از خدمت چه دانی؟ همه آبادی و تنج و امانی. دگر لافی نبود از تا بخوانی، فقط از رقص و شادی خورده داری؟ چرا از بخل و حسرت کینه داری؟ تو خود در توی بچت رقص نداری؟ بدین 10 سال که کردم زندگانی، در این شهر و دیار آریایی، ندیدم از امام رحمان خطایی، امان ماند ز هر درد و بلایی. برایت آورم من یک مثالی، که شاید قدر ایشان را بدانی. حکومت را گرفت در شامگاهی، بدون هیچ زواد و کارگاهی. از آن روزی که سر کرد حکمرانی، تو سر کردی شرارت تا توانی. یکی از خدمتانش را بدانی، هموار کردست ره ارمچی به کانی. تو نقب چند کیلومتری ندیدی، که کم کردست تصادفات جانی. تو نرخ نان و ارزاق عمومی، قیاسش کن به نرخ‌های جهانی. بگو آیا مکانی ساز کردی، در این شهرت یگان احداث کردی؟ همان پولی که کردی صرف واهی، برای حیله و حرف هوایی، روانش کن برای سازگاری. چه عیبی دارد در خوشنام مانی؟ هر آن کس که نباشد پوچ خالی، خبر دارد که تو شیطان راهی.